امروز تیم ملی پرتغال با یک نمایش خیلی دیدنی مقابل ارمنستان جشنواره گل برپا کرد. پرتغال با به ثمر رساندن 9 گل مقابل ارمنستان رسما جواز حضور در جام جهانی 2026 را دریافت کرد. در این بازی پرتغال ابتدا در دقیقه 7 توسط ویگا به گل رسید، اما در دقیقه 18 دوباره گل تساوی را دریافت کردند توسط اسپرتیان از ارمنیا و این گل اسپرتیان بازی را خیلی جذاب ساخت. اما 10 دقیقه بعد از گل اسپرتیان پرتغال با اشتباه مرگبار مدافعین تیم ملی ارمنیا به گل دوم توسط گونزالو راموس رسید. بعد از گل روحیه بخش گونزالو راموس پرتغال کاملا نبض بازی را در اختیار گرفت و 9 گل را وارد دروازه ارمنیا ساخت. برونو فرناندز هم هتریک کرد، ژائو نویس 2 گل به ثمر رساند. جدا از تمام زیبایی های این بازی گل قشنگ ژائو نویس واقعا دیدنی بود، از روی ضربه آزاد گل خیلی قشنگ به ثمر رساند و پرتغال با این برد نشان داد که یکی از مدعیان اصلی کسب جام جهانی 2026 به شمار می رود. شما چی فکر میکنید برنده جام جهانی 2026 کی خواهد بود؟ در کامنت به من نوشته کنید و ویدیو را همراهتان لایک، کامنت، شیر کنید. کانال بنده را هم همراهتان سابسکرایب کنید. جان مست